اندازه نگهدار که اندازه نکوست. سالها قبل که الگوریتم‌های گوگل انقدر پیشرفته نشده بودن، راه‌های دور زدن قوانین گوگل خیلی زیاد بود و خیلی با استفاده از یک سری قوانین و دور زدنشون میتونستن خیلی راحت رتبه 1 بشن. یکی از اون مواردی که همه استفاده میکردن ریختن کلمات کلیدی توی محتوا بود. اون محتوا رو پر از کلمات کلیدی میکردن و خیلی سریع به رتبه اول یا صفحه اول میرسیدن. و خب به اون نتیجه دلخواهشون رسیده بودن و سایتشون اول بود. میخوایم در مورد کیورد استافینگ صحبت بکنیم. دقیقاً همین قضیه که براتون گفتم. تا آخر ویدیو همراه من باش تا بیشتر در موردش بدونیم که این اشتباه رو الان تکرار نکنیم. کیورد استافینگ چیه؟ کیورد استافینگ یعنی پر کردن محتوا با کلمات کلیدی. خب کسایی که اومده بودن این کار کرده بودن با روی کار اومدن الگوریتم ها و به روز رسانی هاش گوگل غافلگیرشون کرد. این الگوریتم ها اومدن این محتوا رو بررسی کردن و کسانی که به صورت غیر طبیعی و غیر منطقی کلمات کلیدی رو توی سایتشون پخش کرده بودن رو جریمه کرد و از صفحه نتایج پاک کرد. و این تکنیک رو جزو تکنیک سئو کلاسیا قرار داد و هر کسی هم که داره ازش استفاده میکنه جریمه میشه و ممکنه حتی پنالتی هم بشه. حواستون باشه بچه‌ها، کلمات کلیدی که استفاده میکنید باید متناسب باشه، باید نسبت اون کلمات کلیدی به متن رو رعایت بکنید. بعد از اینکه این اتفاق افتاد یه سری اومدن کلمات کلیدی رو به همون روش ریختن توی صفحه، ولی اومدن رنگش رو سفید کردن که کاربر نبینه، چون الان عملکرد گوگل تغییر کرده و کاربر پسند شده و کاربر باید اون تجربه کاربری خوبی داشته باشه تا گوگل به شما رتبه خوبی بده. در نتیجه اومد اینا رو سفید کرد که کاربر نبینه اذیت بشه، ولی هیچ تأثیری روی ربات‌های گوگل نداشت. پس این روش هم به درد نمیخوره. به نظرم بهتره به جای اینکه وقتمون رو بذاریم و این روش‌های پوچ و به درد نخور رو روی سایتمون استفاده کنیم، داریم وقت میذاریم دیگه، برای همون هم داریم وقت میذاریم. بهتره که بیایم سئو بهینه انجام بدیم، محتوای با کیفیت تولید بکنیم، شبکه‌های اجتماعی فعالیت بکنیم و کارهای دیگه که بتونیم رتبه بگیریم و سئو کلاس‌سفید مطابق با قوانین گوگل انجام بدیم. استفاده از کیورد استافینگ چه تأثیری توی سئو داره؟ فکر کنم تا الانی که توضیح دادم متوجه شده باشید چقدر میتونه به سایت آسیب بزنه. اولین مورد اینه که کیفیت محتواتون رو پایین میاره. الگوریتم پاندا داره قشنگ روی این قضیه کار میکنه و بررسی میکنه کیفیت محتوا رو، ببینه آیا کلمات کلیدی متناسب رعایت شده یا نه. قدیم باید کاربرها 2-3 تا سایت 10 تا سایت رو بررسی میکردن تا به اون جواب سوالی که میخوان برسن، ولی الان دیگه قضیه کاملا متفاوت شده. حالا باعث میشه که ما پنالتی بشیم. از کیورد استافینگ استفاده کردیم، پنالتی شدیم. میدونید که سایتی که جریمه بشه از صفحه حذف بشه به همین راحتی ها بر نمیگرده. وقتی که اعتماد گوگل نسبت به شما از بین رفت، برگردوندنش دیگه کار حضرت فیله. کلا هدف ما از سئو یه سایت اینه که کاربرمون رو راضی نگه داریم، اینه که ما کاربر هدف رو به سمت سایت خودمون جذب بکنیم، اینکه بتونیم جوابش رو بدیم. پس ما داریم سایت رو برای کاربر بهینه میکنیم. اگر کاربر بیاد و به جواب سوالش نرسه، پس ما داریم دقیقاً چیکار میکنیم؟ ما که نمیخوایم از موتور جستجو پول در بیاریم، ما میخوایم از کاربر پول در بیاریم. پس باید اهمیت برامون داشته باشه که اون به چی دوست داره، جواب سوالش رو به دست بیاره، اینکه دقیقاً دوست داره ظاهر سایتمون چی باشه و حالا نکات دیگه. پس ما باید حتما کاربر رو مد نظر بگیریم، یه سایتی داشته باشیم با کیفیت و کاربر پسند باشه. تا اینجا فهمیدیم که کیورد استافینگ چیه، فهمیدیم که چه معایب و مزایایی داره، اصلا مزایا نداره، ولی فهمیدیم که جریانش چیه. حالا اومدیم یه متن نوشتیم، از کجا بفهمیم که اون متن کیورد استافینگ شده یا نه؟ از کجا بفهمیم که چطور باید از این راه جلوگیری بکنیم؟ خیلی راحت با یک سری از افزونه‌هایی که میتونیم توی پیشخوان وردپرس استفاده بکنیم، مثل رنک مست، مثل یوست، خیلی راحت بهمون اعلام میکنن، ما کلمات کلیدیمون رو بهش میگیم و خیلی راحت بهمون میگه که اگر که چگالی اون کلمه کلیدی یا کیورد دنسیتیمون افزایش پیدا بکنه، که این نسبت دقیقاً کلمات کلیدی، تعداد کلمات کلیدی به تعداد کل متنمونه، تعداد کلمات کل متنمونه، که به صورت 1% به ما نشون میده. اگر که این خیلی زیاد شد، این ابزونه ها به ما خیلی راحت اطلاع میدن و ما میتونیم اونا رو برطرفشون کنیم. حتی آلت تصاویر رو هم جزو کلمات کلیدیمون در نظر میگیره و اون هم مثل متن برامون بررسی میکنه. اگر خیلی زیاد از آلت تکراری استفاده کردیم بهمون هشدار میده. یه کار دیگه که میتونیم انجام بدیم، کلمات کلیدیمون رو هی تکرار نکنیم. سعی کنیم از کلمات کلیدی LSI استفاده کنیم، مترادف، هم خانواده، هم کانسپت. اگر از این استفاده بکنیم، درصد کیورد استافینگمون کاهش پیدا میکنه و با خیلی راحت تری میتونیم ادامه بدیم.
یه کار دیگه هم که میتونید بکنید، میتونید کلمات کلیدیتون رو به انگلیسی هم بنویسید. اینطوری با یک تیر چند نشون میزنید. اول اینکه اگر کاربری به زبان انگلیسی هم سرچ کنه میتونه به سایت شما برسه. دومی که کاربراتون رو هم با زبان فارسی اون کلمه کلیدی هم با انگلیسیش آشنا میکنید. و مورد سوم، تعداد کلمات کلیدیتون هم توی متن تکراری خیلی نمیشه و امکان نداره که براتون دیگه کیورد استافینگ اتفاق بیفته. و مورد آخرین کاری که میتونید انجام بدید اینه که محتوایی که نوشته بعد از نگاه یک کاربر بخونیدش. تگ های H1 H2 H3 تون رو بررسی کنید، آلتاتون و تصاویرتون رو چک کنید و از نگاه یک کاربر اون محتوا رو بخونید، ببینید آیا اون چیزی هست که کاربر بپسنده یا نه. و یه جنبندی، قدم اول برای یه سایت پیدا کردن کلمات کلیدیه. ما کلمات کلیدیمون رو پیدا می‌کنیم، بر اساس اون استراتژی می‌چینیم و مراحل سئو رو پیش می‌بریم. حواست باشه که نسبت کلمات کلیدی نسبت به متنت متناسب باشه. چوالی کلمات کلیدی تو چک کن، بیش از حد از یک کلمه استفاده نکن. قبلا اگر این کارو می‌کردی نتیجه می‌گرفتی، ولی الان دیگه قوانین گوگل تغییر کرده. پس اندازه نگهدار که اندازه نکوست. اگر سوالی داشتید در این خصوص میتونید توی کامنت ها از من بپرسید، یا اگر نکته تجربه‌ای داشتید در این خصوص هم ممنون میشم که به ما هم منتقل کنید اون تجربه هاتون رو. مرسی که پارسال استار انتخاب کردید. خدا نگهدار.